گفت نمی رود. مقامات ناحیه رودکی گفتند قهرمان ویدیوی جنجالی دشنام نمازگزاران در مسجد جماعت چاریکاران را برای بدرفتاری جزا می دهند. خلوت نرار گفت هم تبدرو گفت اینجا آدمو نماز میخونن و خیخانی خدا عیسی ما فلان کردگیم اخی کردگیم. عروس را به خانه داماد با قایق میبرند. در نارک ساکنان یک روستا مجبورند هر صبح و شام با قایق تا به روستا بروند یا به کار. تفصیل خبرها. قرار است شام امروز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در شهر سوچی ملاقات کنند. امام علی رحمان روز 10 اکتبر برای شرکت در نشست سران کشورهای مشترک المنافع به روسیه رفت. رئیس جمهوری تاجیکستان با همتای روسش که ماه فوریه در دوشنبه بود درباره همکاری‌های دوجانبه و مسائل بین المللی صحبت می‌کنند. نشست شورای سران کشورهای مشترک المنافع روزهای 10 و 11 اکتبر برگزار می‌شود. ولی المازبек اتنبایف رئیس جمهوری قرقیزستان از شرکت در نشست سران کشورهای مشترک المنافع دست کشید چون به گفته او ممکن است در عرصه انتخابات در کشورش ناامنی سر بزند. 2 روز پیشتر از این المازبek اتنبایف قزاقستان را با آن متهم کرد که می‌خواهد به انتخابات ریاستی جمهوری روز 15 اکتبر در قرقیزستان مداخله کند. در این باره صحبتی داشتم با میرحت شریف جان همکارم از مرکز خبری رادیو آزادی و از او نخست پرسیدم که سبب واقعی دست کشیدن المازبek اتنبایف از شرکت در نشست سوچی چی بوده میتواند؟ Ну, надо полагать, что одной из самых главных причин было как раз вот его выступление. با فکر من یک سبب اصلی دست کشیدن از شرکت در نشست سران کشورهای مشترک المنافع محض بیانیه المازبek اتنبایف بود که قزاقستان را به دخالت به امور داخلی قرقیزستان متهم کرد. مهمتر از همه او در سوچی با نورسلطان نظربایف روبرو میشد که به قول اتنبایف میخواهد در قرقیزستان رئیس جمهور جوان را ببیند. هرچند به گفته المازبek اتنبایف کهنسالترین نامزد به مقام رئیس جمهور در قرقیزستان 20 سال از نظربایف خردتر است. او با این گفتش آشکارا نظربایف را متهم کرد که در چند ده ساله اخیر به حکومت چسبیده است و نمیخواهد آن را رها کند. اتنبایف همچنین قزاقستان را به آن متهم کرد که پیشرفت حیرت آور اقتصادیش با دزدی آلوده است و حکومت مردم عادی کشور را غارت میکند. البته بعد چنین بیانیه ها روبرو شدن با نظربایف و پوتین هم سخت است. از این رو به اندیشه من یک سبب اساسی نرفتن المازبek اتنبایف به نشست همین است. Одной из самых главных причин было вот как раз вот это. و طوری گفتید المازبek اتنبایف رئیس جمهوری قزاقستان را متهم کرد که به انتخابات در قرقیزستان مداخله میکند. تا کجا برای قزاقستان داشتن یک آدم خودی در قرقیزستان مهم است؟ Но я думаю, для Казахстана важно иметь, конечно, своего человека, но дело в том, что با فکر من برای قزاقستان داشتن آدم خودی در قرقیزستان مهم است. ولی با فکر من هر کسی که در قرقیزستان سر قدرت نماید باید با قزاقستان سازش کند، چون که این کشور از نظر اقتصادی در وضع قرار دارد که میتواند با هر رهبر قرقیزستان زبان یابد. به نظر من اینجا روسیه قزاقستان را به حیث وسیله برای تاثیرگذاری به انتخابات قرقیزستان استفاده کرد. به فکر من نامزدی اموربek بابانوف رقیبی اساسی سورونبای جینبکوف در مسکو موافقه شده است و روسیه با نظرداشت نزدیکی قومی، فرهنگی و دینی قزاقستان و قرقیزستان خواست نامزد خود را از طریق قزاقستان پیشبری کند. Бабанова в президенты вот этой страны. و قزاقستان و قرقیزستان طوری گفتید شریک نزدیکی روسیه هستند. آیا این ماجرا میتواند برای مسکو دردی سر ایجاد کند؟ Я не думаю, что это создать какую-то головную боль для России. Россия имеет огромные рычаги. با فکرم این ماجرا هیچ دردسری برای روسیه ایجاد نمی کند، چون که روسیه اهرم‌های عظیم فشار و تاثیرگذاری به قرقیزستان و قزاقستان دارد. هر دو کشور عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا هستند. اینجا فقط المازبek اتنبایف تلاش کرده است که نامزدی پیشنهادی خود را در کرسی رئیس جمهور بگذارد. برای همین او با احساس مردم کشورش بازی کرده گفته است که ببینید همسایه بزرگ ما میخواهد با امور داخلی کشور دخالت کند. این فقط یک بازی سیاسی از طرف المازبek اتنبایف است. Здесь политическая игра со стороны Атамбаева.
و صحبت کامل در این باره در وبسایت azadi.org یا کانال آزادی ویدیو در یوتیوب نشر می شود. واقعا تا 2 سال دیگر قرار است در تاجیکستان هم انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود، چون سال 2020 دوره 7 ساله رئیس جمهور امامعلی رحمان به پایان می رسد. روز 9 اکتبر یک مؤسسه تحلیلی با نشر گزارش در این باره گفت سالها درباره در قدرت ماندن امامعلی رحمان و یا به وارثش دادن قدرت بیشتر می شود. گروه بین المللی پژوهش بحران ها گفت از بس که تاجیکستان حالا مشکلات زیادی دارد، انتقال قدرت در کشور می تواند با خطرات زیاد همراه باشد. همکارم عبدالله اشور این گزارش را به بررسی گرفت و نکات مهم آن را شرح می دهد. مؤلفان نوشتند که در تاجیکستان حالا سوال اساسی این است که آیا رئیس جمهور امامعلی رحمان در سال 2020 قدرت را کنار میگذارد و اگر کنار گذارد کی را جایگزین خیش انتخاب میکند. و مؤلفان این گزارش تازه نشر میگویند نامزدی اصلی مورد نظر رئیس جمهور باز هم رستم امامعلی هست که تا سال 2020 البته سینش به 30 سالگی می رسد و حق شرکت در انتخابات را پیدا می کند. اما نکته دیگری که مؤلفان گزارش ذکر کردن البته وضع ناگوار اقتصاد در تاجیکستان است که وابسته است به کم شدن انتقال های پولی مهاجران تاجیک از روسیه و هم پایین رفتن قرب ملی و عمیق‌تر شدن بحران در بانک های تاجیکستان. و واقعا این گزارش در وبسایت azadi.org نشر می شود، آنجا می توانید کامل بخوانید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از ضمن سفرش به پایتخت اوکراین شهر کیف گفت کشورش همچنان از استقلال و تمامیت ارضی اوکراین حمایت می کند. اردوغان در یک نشست خبری گفت کشورش هیچگاه غصب نیم جزیره کریم از طرف روسیه را اعتراف نکرده است و نخواهد کرد. روز دوشنبه در نشست مطبوعاتی رهبران اوکراین و ترکیه رجب طیب اردوغان ابراز داشت که ترکیه اشغال نیم جزیره کریم از سوی روسیه را اعتراف نخواهد کرد. رهبر ترکیه گفت انقره احوال تاتارهای کریم را پیگیری خواهد کرد. روسیه در ماه مارس سال 2014 به کریم نیرو فرستاده توسط رفراندومی از سوی جامعه جهانی محکوم شده نیم جزیره را تصرف کرد. پرزیدنت اوکراین گفت مذاکرات با همتای ترکش زمینه را برای خوشبینی در مسئله رشد روابط همه‌جانبه دو کشور فراهم می‌آورد. اثنای زیارت رهبر ترکیه از اوکراین سازش حفظ سرمایه‌گذاری‌ها و جلوگیری از انداز دو طرفه و برنامه رشد روابط میان دو کشور برای 2 سال آینده را به امضا رساند. برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات تاجیکستان میگویند رفتار نماینده یک جماعت در ناحیه رودکی را بررسی میکنند که ویدیوی جنجالی دشنامهای او در اینترنت غوغا و هیاهوی را برانگیخت. حالا معلوم نیست با این نماینده جماعت چه می شود، اما مسجدی را که او در صحنش با روحانی بود چند نفر دعوا داشت بستند. شادمان یتیم و میرزانبی خالقزاد این موضوع را پیگیری کردند. من در مسجد مهرآباد جماعت چاریکاران ناحیه رودکی قرار دارم. بعد از آن که این شاکرجان خالدارов سرمتخصص جماعت چاریکاران ناحیه رودکی به این مسجد تشریف می‌آورد و با نمازگزاران روبرو میشد و خیلی یک مناسبت دغل از خودش ظاهر میکند و با سخن‌های قبیح که حتی نمیشود اونها را به زبان آورد در نسبت اینها بیان می‌دارد و مجبور میکند که باید فعالیت این مسجد بسته شد، زیرا به قول او گویا فعالیت این مسجد غیر قانونی است. این مقام دولتی به نمازگزاران عیب میماند آنها پیرو حرکت ممنوعی سلفیه هستند، از این رو در این مسجد را باید ببندند. مسجد دهه مهرآباد 5 وقته بوده، آن از پول مردم سال 2013 ساخته شده است. این مسجد سرتیفیکات و اجازتنامه حکومت ناحیه و جماعت چاریکاران را دارد. اومد گفت بیا عجیمه بیا هم تا اومد راست درآمد که در موجه تفلیاش خط درآمد تفلاش خدر اومد گفت که عجیمه بدرو این تفلاش برو ورده که گفت تفلات نرار گفت همه تا بدرو گفت اینجا آدمو نماز میخونن و خیخانی خدا ایسا ما فلان کدگیم اخی کدگیم اخی کدگیم. اسکندر سعیدوف ساکن دهه مهرآباد است و در بحث شاکر خالدارov با نمازگزاران حضور داشت و میگوید این حادثه تخمینا بیگاه 7 اکتبر ساعت 4 به وقوع پیوست. نمیداند که نوار به شبکه‌های اجتماعی چطور راه یافته است. بعد پگاه بچه بامداد نخوندیم نمیدیم چی پگاه پیشینو ده همه خیلی ده بعد چی اومد
که از 4 کس اومدن است 2 کس ای چیز دینی همین چیز رودکی بوده. شاکر خلداروف به مقامات گفته است در حالت مستی قرار نداشت و با آنکه 2 مراتب مردم را از بستن مسجد آگاه کرده است خود را اداره کردن نتوانست. نه اول فاجعه کردن تو امنیت خوشخور بود. اون دعوت کردی روز بعد کارش مقام جور رفت امنیت. این نوعی بود. من اول خدمت دام شکر من اول کردم. این مدنیت بود. مدنیت است. مسئولان محله دهه مهرآباد به رادیو آزادی گفتند که شام 9 اکتبر از مقامات انتظامی ناحیه زنگ زده گفتند که به در مسجد قفل زنند. شاید باور نکنید اما در تاجیکستان روستایی وجود دارد که مردمش به آن روستا با زورق میرسند یا قایق. این روستا در نورک است و ساکنانش سالهاست منتظرند که مقامات یک راهی را به سمت این دهه میسازند و زندگی آنها را سبکتر میکنند. امردین عالم به این دهه رفت و شاهد عروسی شد که با قایق به خانه داماد میرود. سعیدشاه در روزهای استراحتی سرکار است. او به حیث تاکسی آبی کار میکند. ساکنان و مهمانان دهه گیرداب را که راه ندارد از یک سوی دریا تا دهه با یک سامانی میرساند. سعیدشاه برای پیشواز مشتری های مخصوص آماده می شود. او نقلیاتش را تازه می کند. باید داماد و عروس را از آب گذراند. زورق های دیگر باشند مهمانان و جهاز عروس را تا دهه می برند. شیر محمد امروز عروسی دارد. از قرغان تپه عروس آورده است. نزدیکان دلبر انتظار داشتند که عروسشان را با لیموزین و یا مرسدس به خانه داماد میبرند. ولی با دیدن این منظره حیرت زده شدند. همین قصالها توی ها میرفتیم باری اول دیدیم که عروس از اون طرفی کو با این طرف با لطکه میزگرانه. دهه گیرداب در 100 کیلومتری دوشنبه در جنوب شهر نورک با 58 خواجگی و 840 نفر اهالیش راه ماشینگرد ندارد. نقلیات مردم زورق‌های آبی می باشند. اصلا برای نفری که برای یکم بار به دهه گیرداب می آید و یا به اینجا مهمان می شود گذشتن از یک طرف راه به دهه به واسطه زورق خیلی جالب و خاطرمان است. اما مردم دهه می گویند این برایشان یک مشکل شده است. مردم شب می بیاید روز می بیاید بیماری دارند راه نیست توی لودکه را دعوت نکنی اگر تو مثال با یگان جا رفته نمیتونی گذشت رفت آمدش خیلی دشوار است. در سالهای شوروی با آغاز ساختمان آبانبار نیروگاه برقی آبی بایغازی یگانه پل دهه که آن هم تنها آدم گذر بود زیر آب ماند و مردم دهه گیرداب را به ناحیه دنغره مهاجر کردند. اما با گذشت یک مدت مردم دوباره به وطن باباگیشان برگشتند. این دایره را نگاه آوا نگاه این که نگاه در کو پیسته روشک چکری سیاه علف تمام علف های آشی علف های دارواری در این کوه ها هست مهیا هست. افراد کهنسال ده میگویند زورق‌های محرکدار کار مردم را تا یک اندازه آسان کردند. در زمانهای پیش مشکلشان دوچند بود. ده حقیقت دم میکردن 6 پوست گاو یا که 5 پوست گاو 6 پوست گاو میبستیم روشتا خوده میبستیم دسته که عدیری چو با کرچاقی میزگشتیم میزگشتن که دایره و غصب میکرد دوش یادم نمیشدی. در هر یک توی مردم از تحت دل میرقصند چون که آدم‌های نو را میبینند صاحب خویشی نو میشوند. کمان دخترانی که مثل عروسی شیر محمد به این گوشه براه تقدیرشان را بپیوندند چون که خورسندی و راه نداشتن این شادی ها را آسیب پذیر میکند. و برنامه ما اینجا به پایان رسید. خدا نگهبان.